سلام بچه‌ها، به کانال ایتدونم خوش اومدید. من جوان هستم و امروز میخوام که آموزش رقص کلینیک گرل از یه رو براتون بذارم. بالاخره بعد از 7-8 ماه من دوباره فعالیتم رو شروع کردم و من حس عجیبی دارم الان و نمیدونم چی. الان که برگشتم بهتره که حمایت کنیم، وگرنه دیگه کلا میرم. شوخی کردم، ولی حمایت کنید بچه ها. حتما سابسکرایب، لایک، کامنت. اگه دوست داشتید برای این رقص هم چالش میذارم که ویدیوهاتون رو برام بفرستید و من توی اینستاگرام پست کنم به یاد قدیم. بریم سراغ یادتون نره این ویدیو میرور شده، یعنی سمت راست، سمت چپ. دست راستم رو تکون میدم، شما دست راستتون رو تکون بدید. خب حتما هم قبلش گرم کنید که من خیلی وقت ورزش نکردم، رقص کلا انجام نمیدم. الان یه 2 روزی است دارم تمرین میکنم و کل بدنم درد میکنه، کلش، یعنی حتی این ماهیچه این بند انگشتم درد. گرم کنید، ولی اینجوری گرم نکنید. بریم سراغ 8 حرکت اول. اولش یه چند تا تپ داره، بعد یه 8 حرکت. الان میگم میبینید. خب تپ، بعد 1 2 3 4 5 6 7 و 8. از این تپ شروع کنیم. این تپ اول دست راست روی سر، بعد دست چپ، بعد دست راست روی سینه، دست چپ روی سینه، بعد دست راست روی کمر، دست چپ روی کمر. 6 دست. تپ. یه جوری هم باشه که سرتون به سمت اون سمتی که دستتون میاد ببرید. تپ. خب بعد از این حرکت، برای حرکت 1 میپریم و وزنمون رو میذاریم روی پای راست. دوبار. اوکی؟ یعنی اینجوری 1 2 و همراه این حرکتی که ما میریم بالا، وقتی که بالا هستیم اینجا رو بهش میگن هیپ. اینجا رو 2 بار میاریم جلو، خیلی سریع ولی خیلی هم شدید نه، اینجوری کوچولو. اوکی؟ وقتی پای چپمون بالاست، هیپ رو 2 بار میاریم جلو. وقتی پریدیم 1 2 و دستامونم کلا اینجوریه. اینو میبینید؟ این هستیم اینجوری، دستا رو به بالا. خیلی گرمه. و وقتی وزنمون رو میندازیم بوم و یه جوری که دستمون رو میاریم جلو، همزمان با این 2 حرکت هیپمون. پس 1 2 تمام شد. این 2 حرکت اول. یه دور دیگه خیلی آروم از اینجا بریم، از تپ 1 2. خب وقتی اومدیم برای 3 اینجوری زانوی چپ رو خم میکنیم و دست چپ رو میاریم کنار کمر راست و دست راست رو همین حرکت 2 بار اینجوری میچرخونیم روی دست چپ. 2 بار 3 4 و هر 2 بار هم میریم سمت چپ، یعنی هر 2 بار زانوی چپ رو خم میکنیم. پس 3 4. خب برای 5 و 6 و 7 وزنمون رو میذاریم روی پای چپ و پای راست رو بلند میکنیم و هیپمون رو 3 بار میدیم جلو. این دفعه خیلی با قدرت و حرکت دستمونم بسته باز بسته، خیلی قدرتش زیاد باشه. پس 5 6 7. این پا رو تا میتونید بلند کنید، پای راست رو. پس 5 6 7 بعد میریم سمت راست و 8. برای و 8 دست چپ این حرکته
در این راستا دست راست مشته، یه مشت میزنیم به سرمون، بعد به سینه، بعد به کمر. سه جون جون جون. خیلی باید نرم باشه یه جون. و حرکت پا هم، پای راست زانو خمه میاد تو، اوکی؟ و پای چپ هم میره بیرون و یکم خودمونم میریم پایین. پس از بالا به پایین. یه دونه 8 حرکت از اول بریم. تپ 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 تپ. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. خب 8 حرکت بعدی. 2 تا 8 حرکت بعدی شبیه همه. چجوری؟ اینجوری. 1 2 3 4 5 6 7 8. و دوباره 1 2 3. اول وزنمون رو میذاریم روی پای راست، یه کوچولو پای چپ رو بلند می‌کنیم، بعد پای چپ راست چپ. اینجوری حرکت دست رو توضیح بدم. 2 تا تفنگ بالا پایین میکنیم روی کمر چپمون. اینجوری 1 2 2 تا 1 2. بعد دست چپ رو میبریم پشتمون و دست راست رو تفنگ میکنیم و نزدیک میکنیم به خودمون و نگاهمون هم به تفنگ است. پس 1 2 3 4. بعد دوباره 5 6 7 8. اوکی؟ و حرکت پامون هم همینه. 1 2 3 4 5 6 7 8. سعی کنید تا جایی که میتونید پاتون رو باز کنید. یه بار بریم از اول. پس 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. یه دقیقه من ببینم درست میدم. آهنگو بذارم ببینم بهش میخوره یا نه. دارم میمیرم. Killing it, girl. 10 out of 10. Bad as such your friends. What the fuck is shit? What am I? It's your birthday. Looking like a Jenny from Maria to Miami. از اینجا یه کوچولو بریم ما. Look, they're fine. اوکی درست شد. درست میگم. این حرکت که تموم شد میپریم روی پای راست و پای چپ رو بلند میکنیم، خودمونم میریم جلو اینجوری، بعد روی پای چپ و هم میریم عقب و یه جوری میریم عقب که خیلی آروم یه موج اینجا وای میستیم. خب دستمون چجوریه؟ دست راست میاد جلوی سینه و میاد پایین، دست چپ هم میاد جلوی دهنمون و میاد پایین. پس بم بم. من 8 حرکت رو نگفتم. وای خب دوستم 8 حرکت بعدی رو بریم. 1 2 3 4 5 6 7 8. خب اینو که گفتیم این تا 4 بود. بعد میپریم مثلا پاها باز، دستا اینجوری و میریم سمت راست. 5 6 7 8. خب فکر کنم عددش رو اشتباه بود. 4 5. این 5 بود. برای 6 میریم سمت راست و بعد 7 سمت چپ و 8 هم میایم وسط، دستامون مشت توی هم. و وقتی ما 5 و 6 و 7 و 8 رو میریم یکم میایم پایین. پس 6 7 8. یه دو 8 حرکت رو زدم. 1
تا ضربه داره، بوم 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 بوم، بعد ولش میکنیم، بعد میایم جلو. اوکی؟ پس بوم بوم، یه کوچولو هیپمونم تکون میدیم. خب پس بوم بوم، پرتاب میکنیم، اون رو جمع میکنیم. آره، پای چپ رو پای راست رو جمع میکنیم و 8 حرکت بعدی میگه 1 2 3 4 5 6 7 8. خب این 8 حرکت آخر بود بچه‌ها، خیلی بحث آسونیه. بعد دستامون رو اینجوری ضربدری میگیریم، سرمون به سمت چپ، دستامون اینجوری بسته نباشه، این کوچولی کم شل اینجوری. بعد پای چپ میاد جلو، بعد پای راست میاد جلو، بعد دست چپ میره پشت کمرمون و سرمون میره سمت راست این دفعه، و دست راست هم اینجوری دوبار میاد پایین. پس این شد. پس این شد 1 2 3 4. حرکت پامون همینجوری 4 بار اینجوری. بعد از این 5 و 6 پای چپ رو باز میکنیم و میریم پایین و پایین تنه رو دوبار اینجوری میبریم سمت چپ. پس این 5 6 و حرکت دست هم دست راست رو اینجوری میگیریم، دست چپ رو از بالا به پایین میکشیم. نمیدونم این چه حرکت مزخرفیه ولی اینجوریه، دست چپ رو از بالا به پایین میکشیم و نگاهش میکنیم. این قسمتش از همه مهمتره که نگاهش میکنیم و دوبار با سر رو میبریم سمت چپ. پس یه بار از اول 1 2 3 4 5 6. خب برای 7 و 8 پای چپ رو دوباره جمع میکنیم و یه موج. اوکی؟ پس جمع و موج و حرکت دستمون هم دست راست روی پیشونی و دست چپ روی پیشونی و دست راست دوبار اینجوری تکون میدیم. دوبار تکونش بدیم تا آهنگ تموم میشه دیگه. حرکت رو از اول بریم، بعد بریم از اول با هم بریم. یادتون نره لایک و کامنت و سابسکرایب و همه چی وگرنه میرم، به خدا میرم، این دفعه بر نمیرم. حرکت رو بریم 1 2 3 4 5 6 7 8. خب رقص تموم شد. بریم همه حرکات رو از اول خیلی آروم با هم بریم. بعدش هم من چیزش هم میذارم با سرعت 50% هم ویدیوش رو ضبط میکنم و به صورت شورت توی یوتیوب میذارم، توی اینستا میذارم. اگر هم دوست داشتی که قسمت دخترش هم بهتون یاد اینش رو بهتون یاد بدم، حتما کامنت کنید، حتما از این ویدیو حمایت کنید. اگه حمایت نکنید دیگه خبری از آموزش نیست. آره دیگه، این همه من جور میکنم تو این گرما. بریم همین حرکات رو از اول بریم. 5 6 7 8 تپ 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 تپ. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. بوم بوم پرتاب. 1 2 3 4 5 6 7 8. اولین آموزش بعد از کامبک. خب امیدوارم براتون مفید باشه این ویدیو و برای بار 50,000م لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. دوست بهتون.
خداحافظ.